بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم این مسئله وقتی که جوانای مهاجر آمده در تاجیکستان نمیدونه حالی دختره که یک دختره میگیره، من برای این توصیه میتونم امیدوارم برای جوانای زیبای تاجیک همسایه‌شون بگیرن، دخترایی که در پیش پدر و مادرشون نزدیکی کلان شدگن تو از راه دور رفته آمدن رفتاری ویره نمیدونن. خب امروزه دخترها اکثرش بی آدابن. این کوچه ها را بین پر از دخترای بی آداب شده است، نعوذ بالله. حتی مکتب خانه بی آداب شدگن، خدا بی شرم و بی حیا شدگن بسیارش، نعوذ بالله. ای بس برای مردم تاجیکستانی ما که شرم می‌دارم. ما بعضی شبا یگان معرکه میویم در قدای ره دخترای تنفروش امیجان پاشون کجلی استودگن. کی مردم ما تنفروش بود؟ کی در حالات همین سیوز روس سرداری میکرد؟ کی در کوچه های دوشنبه ما تنفروشی بود؟ در همون دوره هم خیلی نبود، لیکن حاضی نعوذ بالله خیلی بی ناموس شدیان، نعوذ بالله تن میفروشن. حتی نه اینکه دختر و بچه ها تن فروشیدن. امیجان شرم میداری ای تاجیک بودنات، آبروی تاجیکه. بعد وایو میگن که ما دا چیکار دارن؟ میگن که این ملاها ما دا چیکار دارن ما تن فروشیم؟ خواهر اپ ما در تو کار نداریم، ما در ملت ما کار داریم. شما آبروی ملتی ما را پس میکنید. ما در تو کار نداریم، لیکن ما در ملت ما کار داریم که باید ملتی تاجیکی ما سر بلند باشد، پاک دامن باشد، با عفت باشند. عیب نیست که یک شب دو سه چهار کس برده به نوبت نعوذ بالله زنا کنن. استغفر الله. برای این سبب خواهش میکنم ای مهاجرین که میآیند ای راههای دور نگیرن، ای همسایه‌ش میگیرن، هم دختری بگیرن که در پیش پدر و مادرشون کلان شده است، دختری همسایه را بگیرن، اخلاقش میدونن، رفتارش میدونن. او برای خیانت کردنش او دختر جواب میگد، برای که آبروی زن همو باکیره بودن. اومیجان وقتی عیب نیست که نعوذ بالله روزا آوازا میاد که فلانی دختر شوهر کرد، نعوذ بالله نادختر برآمد بردن، نعوذ بالله کوکاش کندن نشان دادن در پدر و مادرش که نه برده دخترگی هم دختر تا شرمندگی ای برای نعوذ بالله. چرا مادرای گذشته ما 10 دختر شوهر میدوم جان با آبرو سرشون بلند؟ حاضر بعضی تاجیکی ما یک دختر به شوهر دادن نمیتونن، میترسه که این دختری ما دختر است یا نیست، برای که فساد اوج اعلا رسیده است، بی ناموسی به اوج اعلا رسیده است. با خودمون تعریف میکنیم که ما پیش رفتیم، به سوی فساد پیش رفتیم. امیجان فساد پیش رفته ما، فساد آشکار شده است، به شرم و به حیاگیش نگن. حتی جوانا بعضی مسافت می پیش من میگه بابی در مشروطه جوانا نمیخیزن پیشم، جا نمیتیان. اونم جو شیشته خندیده هستن در گوشاشون تلفن‌ها موندگی، پیش مسافت نمیخیزن، پیش کمپیران نمیخیزن. صدقی پدر و مادر شوانی یا عیب نیست امیجان. برای این سبب الحمدلله رب العالمین این دخترایی که نادخترن شوهر میکنن میپوشونن عیبشون خیانتکارن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه که من غشنا فلیس منا، کسی خیانتکار از امت من نیست، باید خیانت نکنه در حق شوهرش. برای این سبب الحمدلله رب العالمین بچه حق دارد که خلق کند، بگد محرم دادگیره بته. همچنین در دوره پیغمبر علیه الصلاه و السلام یک زن شوهرش بسیار بیزه بود، نزد پیغمبر علیه السلام اومد که رسول خدا شوهرم بیزه به خدا میترسم، یکی دوستش ندارم، گفت که محشه میتی گو محشه میتم طلاقم کنه. شوهرش فریاد کرد، همون محشه برزیو دادکش طلاق کرد، دیگه شوهر کرد دیگه زن گرفت. میتونه که وقتی که زن ناراضی کنه شوهر بگو که مهر دادگی ما بوده ما طلاق میکنه، خلع میشد. لیکن اگر طلاق دادک یک بار هم خوبه کرد، اگر دختر بیوام کی باشه همه مر از اون کی بشه میجان از اون دختر میشد. اگر استاد زنی که از شوهر خودش طلاق طلب کنه، مرد طلاق شده در این حالت طلاق میشه یا نه؟ و اگر به شرطی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه هر کدام زنی که به سبب از شوهرش یعنی طلب طلاق میکند، زندگیش خوب است، شوهرش کار میکند، اویلیک دارد، همه چی خوبه، اگر خودش طلب کنه پیغمبر علیه السلام میگه همین زن بوی جنت در دماغش نمیکشد. حتی بوی جنت چند هزار کیلومتر در دماغ مسلمان رسد، اینا از بوی جنت محروم میشن. همون زنی که به سبب از شوهرش طلاق میخواد، حاضر اکثری حاضر نوز یا ماده برآمده میجان یک ماه زندگی میکنه دختری تاجیک، در جدا میشه، بعد کوچه‌گر میشه، دبی میره، دیگه جا میره، بعد میوه به ماشین میخره، بعد نعوذ بالله بعد 10 سال پس با چیکار میشه میجان؟ 10 سال پس این هیچ کس نگاه نمیکنه دیگه. دوگانی همین صاحب خانه، صاحب آبرو، شوهرش موشقتی میبره، الحمدلله خانه پدر و مادرش میاره، این حاضرم تن فروشی کرده گشته، بی آبرو، نه فرزند داره نه زندگی دارد.
باید این خواهرای ما 10 سال پس فکر کنن. 10 سال پس سگ نگاهشون نمیکنن. برای این سبب زنی تاجیکی ما باید با آبرو باشه، با عفت باشه، خیلی به شرم به حیا نباشه. میجان دعا میکنم خواهرامون توفیق عطا فرماید با شرم و حیا باشن، آبروی خودشون حفظ کنن، برای خودشون آبرو کنن. یعنی در این حالت طلاق میشه. بارک وقتی طلب کرد طلاق میشه. بعد طلاق ها پونگ داره میجان. من در حالت غضب پیغمبر علیه السلام میگه طلاق خی نمیشد. برای چه پیغمبر علیه السلام میگه که لا طلاق ولا ایتاق فی اغلاق. در حالت چقدر غضبی سخت باشه طلاق نمیشه، در حالت حیث طلاق نمیشه. بسیار پونکتای داره. کسی اگر 1000 طلاق یت میشد میجان، 100 طلاق یت میشد، 3 طلاق به لفظ یت میشد. یعنی پونکتا دارد. باید ما شما همیشه حرکت کنیم که زن و مرد یک جای شود، نه اینکه ما جدا کنیم میجان. بله، اگر مردی که مثال در روسیه رود و 3 سال و 4 سال و 10 سال هم که باشد بیاید زنش از طلاق نمیشد. اگر زن خودش در این حالتی که مثال شوهرش بیروها زیناکار از زنهای دیگر گرفته یا که مثال درسته این حالت و میجان میتونه که زنی که شوهرش در اوج زنا کرده میگردد اینجا دیگه نمیاد 10 سال 5 سال نمیاد، میتونه این مادر مفتیات برود میگه که نکاح مرا چیکار فسخ کنید، جدا کنید، من شوهر میکنم. مفتیات میرن الحمدلله شوهرش زنگ میزنن اومد نامد نکاحش فسخ میکنن، ایداش میبره شوهر کده میتونه. یعنی حق طلب جداگی را دارد. یعنی اگر که مردی که با همسرش در یک خانه باشند، در یک خانه نشد باشند و با همسر میگه که بسیار عذاب میتیا، بسیار مشقت عرق میخوره میبیا، انا حق داره که رفته مفتیات نکاحش فسخ کند. میتونه در این حالت زیناکار باشه، عرق نوش باشه، گیرکش باشد، یعنی عیب شرعیش زیاد باشه، بی نماز باشد، حق دارد که برای طلب کند که من میتونم جداشم یک شوهری مسلمانی خوب بگیرم. یک مادر سوال کرد در همین بگه که از حضرت پرسون شد که مثال همسر ما همه قش میگم که همون شوهرش نماز بخون، نماز نمیخونه، روزه نمیگیرد، هر روز میگه حالش زنا کردن است. نمیدونم در این حالت چیکار کنم. اگر من طلاق طلب کنم آیا من دوزخی میشم یا اینکه نه الحمدلله حق دارم میجان. مادر بگو که برات مفتیات برود طلب کن عرضه قتی در مفتیات ان شاء الله مفتیات تاجیکستان براد اوجد الحمدلله رب العالمین کارگرا هستن، اوجد الحمدلله فتواتی هستن، چیکار میکنن فریاد میکنن. همین زن ایبوی شوهرش میگه که این دویم عرق میریشه زنا میکنه، مر نگاه بی نمیکنه با ما هم خوابگی. عکس‌ها پیش من میان میجان بعضی مادرها که شوهرم هم خوابگی نمیکنه زنا کرده میگردد، من میگم شو برای مفتیات نکاحتون فسخ کنید، برای شوهر کنید، بعد ایده برآمدنتون حق داره زن که برای طلب کنه ای شوهر جدا شوه، یک شوهری مسلمان کنه که دوی خرسندش کند. بخی نیست که نعوذ بالله شوهرش زیناکار باشه و این بیچاره در خونه شو روز کار کنه، بعد شو بیای نعوذ بالله پوش گردونده چیکار کنه خواب کنه. این به هم نفس دارد. یعنی اسلام ما زنها رو چقدر احترام میکنه. یگان دین امیجان چنین دین اسلام ما زن آبروش نبرداشته است. بله بسیار آبروی. حتی 3 سوره در قرآن به نام زن است. سوره نساء، سوره مریم، سوره مجادله، 3 تا سوره در قرآن به نام زن های. باید این مادر خواهش میکنه قدرشون بدونن. قدرش. بله بعضی مادران سوال میکنن که ما همه در عذاب هستیم اما شوهر است نمیدونیم، ما با روی مثال از خدا میترسیم، مثال نکنیم شوهرای ما یک بی حیا و بی تمیز و زیناکار و عرق نوش و همین کارا رو میکنن، ما دیگر یگام زندگی لذت زندگی را نمیبریم، نمیدونیم چیکار کنیم. این بود است. امیجان او روز الحمدلله امیجان نگاه که او روز هم پیشم یک مادر اومد قد شوهرش گفت که حضرت جان مرا ببین چه زیبا، بسیار زنی زیبا. گفتم چاکر دختر جان؟ گفت که نمی شوهرم قطعی زنهای پیر رفتم قپیدمشان در فلان دچه لیچ والیبال دارن، لیچ آبوزی دارن بسنده. من یاشم رفتم اون زنکار دیدم میگه تابی ما گشتک زنکوی کلاسال قدی زنا کرده، نه که قطعی ما موها میگذره هم خوابگی نمیکنه، نه که سبحان الله جمعه برای جوانای تو چی میگم ماشینای قیمتی سیاه دارن میان پیش یا تن فروش دمیستن زورش میکنن، میگن رستورانش میبرن، هر چی بگو اجرا میکنن، با نمره تلفنش میتین که با میگن لوبای وقت باشه برای مزنگ ما تیاریم. نه که زنی بیچارهش که 4-5 فرزند داره خونهش پاکیزه نگه میکنه، میگه مردک جان مر یک بار تماشا بر، میگه خب که ما وقت ندارم. برای او تن فروش وقت دارن، برای زنای حلالیشون وقت ندارن. حتی مادراشون میگه که وقت نداریم، برای تن فروشا وقت دارن. ایده بومری خوب نیسته اومه جان؟ ایده بومری خیلی جوان در ریج زمین فرو بکشه بهتره از این بیناموسی ده. بعضی از بیناموسی یعنی مردا که میگن که بعد با یک کنایه میزنن که هر روز شوربه خوردن در بدن میزند، یعنی که یک عشق منه که منش هر روز بازن خودم هم خوبه کردن به زورشتن باز یک زن دیگر قطعی میگه. برای چی در همینجا
мардҳо лаззати хушрӯ аз ҳамон занҳошон намебинанд. баъзе аз амиқи беномусҳо ё сабаб дор умеҷон барое ки қатъи занҳои кӯчагар ки бисёр гаштагиян зани покдоман ки ба ғайри худуш даст задагӣ нест ширинир намефаҳмад.